این کشور زمانوی ساکن دهه پدخیر جماعت دهاتی وانقلعه را از طلا و تاراج زمین‌های کشتشان یکم را خلاص می‌کند. گپ سر آن می‌رود که در سال‌های قبلی پوده گاو، بز و گوسفند وقتی به کوهدامن برآمدند و هنگام فرآمدن کشتزاران ساکنان دهه را پایمال می‌کرد. در نتیجه بین خود ساکنان دهه به سر کشتزاران بحث و مناظره و نفاق سر می‌زد. این مشکل سال‌ها باز دامنگیر دهاتیان بود و تنها پس از کمک مالیوی متخصصان ساحه کشاورزی، برنامه جانبداری انکشاف اجتماعی مناطق کوهستان بنیاد آقاخان، این مسئله در روزهای نزدیک از میان برداشته خواهد شد. رئیس تشکیلات دهات میر محمد آشور محمدوف با اظهار منتداری از شریکان روش گفت که این یک مشکلی جدی دهه نه تنها به کشتزاران ساکنان دهه آسیب جدی میرساند، بلکه به مناسبت و معاشرت بین همدیگری نیز لطمه وارد میکرد. اکنون با بنیاد این کشور همه دشواری پس سر خواهد شد. فصل بهار، تابستان، تیرما، زمین ها همه کشت میشن. خیلی خوشگاه کس در بین زمینن، خانه اونا بین زمین، 4 طرف زمینه، نمیتونن همون گوسپند و گو برند همون چرا خورگده. خیلی برای همین توصیف مصلحت کرده من همین کشور در همین جو کردن که از همین جو نه همسایه خود ده زیان کنین، نه یگون کس ده انا میبرن چرا خورگه با میبرن، نه یگون جنجال، نه یگون چی، نه یگون ضرر میرسونه. اما وقتی که نبود کشور، اما در خونه ها خیلی فصل تابستان بهار زمین ها کش کرده گیان، خیلی همون مول مایده باشد، همون گو باشه، خیلی زمین اون را مردک منت کرد، اون پایمال میکند. این از این ناراضگی باید میشه. در این دهه 42 خانواده زندگی میکنند و هر یکشان از 7 تا 30 سر مال میده و زیاده از 90 سر چاروای کلان دارند. در مجموع این 42 خواجگی صاحب زیاده از 600 سر مال کلان و میده می باشند. اکنون تصور کنید که همین 600 سر چاروا وقتی از چراگاه برگشتن خود را به کشتزاران میزنند و در یک لحظه داد و فریاد ساکنان دهه به فلک میپیچید. از تیرماه امسال صبح شام این دهه ساکت است و هر یکی از دهاتیان با دل پر به کارهای روزگار خود مشغول خواهند شد. به گفته رئیس تشکیلات دهات، اگر مردم در حل مشکلات دهه سرجم باشد، هیچ مشکلی نیست که آسان نشود.